خداوند میفرماید و هو القاهر فوق عباده. خداوند برتر است از بندگانش، همه بندگانش، عاصی و کافر و مؤمن و منقاد و تسلیم و اینا نداره. هو القاهر فوق عباده، همه بندگانش، همه حوادث، بندگان، همه حوادث، کارها، اشیا، عناصر، موجودات، آدم ها، همه بندگان پروردگار. خداوند فوق اونهاست. خب ما تصمیم بگیریم برای هر ساعتی که غمگینیم، شادیم، هر حالی داریم، این ساعت آتی رو من با ایمان به قدرت‌های عالم دیگه، عالم مادی، قدرت‌ها، آدم‌ها، کارهاشون، پست‌ها و مقامشون، ثروتشون، حوادث، قدرت اینها میخوام ایمان داشته باشم، با ایمان به اینها سر بکنم، یا به هو القاهر فوق عباده ایمان داشته باشم، به خدایی که فوق همه ایناست. اینا هستن، اون خداوند فوق ایناست. به کدوم یکی میخوام ایمان داشته باشم؟ تصمیم بگیرم میخوام به کدوم مؤمن باشم. این همه عمر ما با ایمان به اینها گذراندیم، این کوچک‌ها ایمان ما رو به خودشون صرف کردن، چون ایمان خیلی قیمتیه، خیلی گرانترین چیز این هستی ایمان. برای همین میخرنش، همه میخرن. میگه به من ایمان داری، ایمان داشته باش، به من ایمان داشته باش. اون یکی میگه، شیطان میگه به من ایمان داشته باش. همه دایه اینو دارن که آقا ما میخریم ازت این وقتت رو، این ایمانت رو، این قلبت رو میخریم، بسیار گرانم میخریم، بتم وعده هایم میدم. شیطان میگه من به شما وعده میدم در قبالش. و این گرانترین چیز است در هستی. آدم به اینا بفروشه، مثل روزها و ماهها و سالهای گذشته، یا اینکه ساعت آتی رو بده من میخوام به خداوند بفروشم، این ایمان رو به خداوند بفروشم و مداومت کنم، توجه کنم، نام صدا بزنم و بگم خدای من باز میگردم ایمان به غیب، به تو توبه میکنم، به ایمان به تو توبه میکنم و ایمان دارم به تو. باور دارم که اگر دیگران به من وعده دادند و وعده های کوچکی رو برای من عملی کردن، تو بزرگترین وعده ها دست توست، همه چیز دست توست. من به تو ایمان دارم و با تو میخوام آمده کنم، قلبم رو، ایمانم رو، روحم رو، جانم رو، امیدم رو به تو بفروشم. خداوند همه چیز رو میخرد، غم انسانم میخرد، شادی انسانم میخرد، همه رو میخرد و همه رو هم تبدیل میکند، نگه نمیدارد. کسی که میخرد و غنی هست همه رو تبدیل میکند، تبدیل به احسن، بهتر. پس هر حالی داری اون رو به خداوند تقدیم و مطمئن باش با ایمان به این واستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. خداوند میگه به خداوند معامله کنید و به این معامله‌ای که با پروردگار کردید شاد باشید. بشارت باد بر شما با این معامله، ایمان داشته باشید که چه معامله خوبی کردم. یه ساعت گفتم به پروردگار، باور دارم از این دل این یک ساعت چه روزگارها، چه زندگی‌ها خوش خواهد شد. ایمان داشته باشم، نه من بلکه چه انسان‌ها به سعادت خواهند رسید. مهندسان، نه من بلکه چه انسان‌ها به سعادت ابدی خواهند رسید.